افسانه قوهای وحشی. بود نبود در یک مملکتی دور، در پشت بحر یک پادشاه بود که او 11 پسر داشت و یک دختری زیبا که الیزا نام داشت. به سر فرزندان بدبختی آمد. مادر آنها ملکه وفات کرد و پادشاه به زنی دیگر که بدکار و دغل و جادوگر بود خانه‌دار شد. مادر اوگای بچه ها را دوست نداشت و میخواست که بچه ها را نیست و نابود بسازد. او الیزا را از چشم دور به دهه دوردست برای تربیه نمودنش فرستاد. 11 برادر و به 11 پرنده به قوی سفید تبدیل داد و به آنها فرمان داد: به 4 طرف پریده بروید و غمخوری خودتان بر دوش خودتان است. هر روز شما در نزدیکی ابرها پرواز میکنید و تنها شبانه میتوانید که به آدم مبدل شوید. برادران در تمام عالم پرواز کرده میگشتند. الیزا باشد آن زمان در دهه کلان میشد و انا او کلان شد و شاه دختری حقیقی شده چون صدبرگی بهاری زیبا شد. وقتی که دختر 15 ساله شد او را به نزد پدرش به دربار فرستادند. مادر اوگای بدید که الیزا اینقدر زیبا شده است، باز از پیشتر دیده او را زیادتر بد میدید. او بر روی دختر سیاهی مالید تا به درجه‌ای که پادشاه او را نشناخت و فرمان داد که دخترش را پیش نمایند. الیزای بیچاره غمگین بشد و به خلاصه آمد: به جستجوی برادرانم می روم. آنها را از هر طرف تا یافتنم می جویم. او راهی زیادی را طی نموده در آخر به ساحل بحری رسید. طوفان بود، شمالی سخت می وزید. اینجا دختر در بالای موجها 11 قوی سفیدی زیبایی را بدید. قوها به طرف او پرواز می کردند. همین که شعله آخرین آفتاب خاموش بشد، پرهای قوها بیافتیدند و الیزا در نزدش برادران خود را بدید. او آنقدر شاد شد. برادران خواهر خود را به آغوش کشیدند و به او بگفتند که این مادری بدکردار اوگای آنها را به قوها تبدیل داده و آنها امر نموده بود که آنها در کشور دور خارجه زندگی نمایند و به آنجا فقط با قناتهای سبک خود پریده رفتن ممکن بود. سحر وقتی که آفتاب می براید باید برادران به آن طرف پریده بروند. الیزا و برادران دیگر از همدیگر جدا شدن نمی خواستند. ما تو را با خود می گیریم خواهری عزیز، بگفت برادری از همه خوردی. دختر با خرسندی راضی بشد تا با آنها پرواز نماید و او با 11 نفر برادرانش شبانه از چوب‌های قموش توری بساختند تا اینکه الیزا را از بحر گذرانند. سحر بر وقتر وقتی که الیزا مانده شده خواب بود، برادران به پرنده ها مبدل شدند و تور را که در آن خواهرشان خواب بود برداشته پرواز نمودند. آنها تمام روز پرواز می کردند. الیزایی از خواب بیدار شده در پستی تنها بحر را می دید. شام فرا رسید و وقتی به آدمان مبدل گردیدن قوها هم بشد. الیزا بی ترسید که حاضر قناتها نابود می شوند و او با برادرانش در بحر افتیده نابود می شوند. در این مورد در نظر پاره خردی زمینی به نظر رسید و قوها به آنجا نشستند. موجها تمام شب ناآرام بودند. برای آنکه در آب نافتند الیزا با برادرانش دست با دست راست ایستاده بودند.
پگاهی موجها آرام شدند و آنها سفرشون را ادامه دادند. در آخر قوها الیزا را به مملکتی زیبا و سحرناکی خود آورده رسانیدند. به دختر یک ویرانه انگور پوشی که از مرمر بود پسند شد. الیزا در طی شاخچه های انگور در آمد و همان زمان او را خواب برد. الیزا را خواب شیرین برد و ناگهان در پیش وی یک زنی جادوگری زیبای پیدا شد. او چوبی سحرناکش را جنبانیده بگفت: تو سحری برادرانت را نیست می نمایی اگر بتوانی که از سوزنبرگی که تنها در قبرستان و زمین های بیکار خوابیده می روید 11 عدد کرته بدوزی. لیکن در خاطر دار که در مدتی که تو کرته می دوزی تو نباید که یگان حرف بزنی وگرنه برادرانت نابود می شوند. الیزا از خواب بیدار شده دید که در نزد ایوان سوزنبرگ های می رویند و او فهمید که آنچه که در خواب دیده بود به حقیقت مانند بود. دختر بسیار هم می خواست که جادو را از برادرانش دور بسازد و برای همین به کار آغاز نمود. او سوزنبرگ ها را بچیند و از آنها رشته تیار نموده به دوختنی کرته یکم شروع کرد. شام برادرانی الیزا پریده آمدند، لیکن او به سوالهای آنها جواب نمیداد. دختر سخنهای جادوگر را در یاد داشت، برای همین خاموش می ایستاد. الیزا تمام شب مهنت نمود. سحر باشد وقتی که برادرانش پرواز نمودند، به نزد ایوان شکارچیان با رهبری پسری زیبایی که او پادشاه این مملکت بود رسیدند. الیزا به پادشاه جوان بسیار پسند شد و پادشاه بگفت: دختر زیبا، بیا با من به دربارم می رویم. اینجا تو را حیوانهای وحشی می توانند که برنجانند. الیزا را به دربار پادشاهی بردند. پادشاه جوان الیزا را دوست داشت و او را عروس خود اعلان نمود، لیکن دختر همه وقت خاموش و غمگین بود. او برای برادرانش تشویش می کشید. پس پادشاه او را به خانه‌چه آورد که به آنجا خدمتگاران سوزنبرگ ها و کرته تمام نشده که در ویرانه بود آوردند. الیزا شاد شد و همان زمان از پی کار بشد. او تنها 6 دانه کرته بافته بود که سوزنبرگ های او تمام شدند. دختر مجبور شد که شبانه پنهانی به قبرستان شهر برود. الیزا بسیار هم می ترسید، لیکن محبتی به برادران داشتهش از ترس و هراس دیده پرقوت‌تر بود. الیزا به اسقف نظارت کننده پسند نشد. او دائما به پادشاه می گفت که الیزا جادوگر است و این دختر برای جادو کردن به قبرستان می رود. پادشاه به او باور نمی کرد، لیکن اسقف به پادشاه بگفت که شبانه از پشت دختر نگاه کند، بیند که دختر شبها به کجا می رود. سوزنبرگ های الیزا باز به آخر رسیدند و او شب برای آوردن آنها به قبرستان روان شد. پادشاه بدید که این الیزا است و به اسقف نظارت کننده بدفعل باور نمود. او امر نمود که الیزا را به زندان پرتایند. از روی گفته پادشاه پاسبانان الیزای بیچاره را داشته به زندان پرتافتند. به دختر یک کوزه آب، کمی نان و به جای شالچه یک دسته سوزنبرگ چیده و کرته های بافته او را بدادند. پگاهی الیزا را به دار کشیدن می بردند. دختر در عربه زندانی نشسته می بافت و فکر می کرد که برادرانش را نجات داده نمی تواند.
ароба ба майдон ҳам расид. инҷо дар болои он паррандаҳо овозашонро бароварда тоб мехӯрданд. бубинед, бубинед, қӯҳҳои сафед дар болои сари ӯ мепаранд, ӯ бегуноҳ аст, мегуфтанд одамони ҳайронмондаи ҷамъшуда. элиза аз ҷояш бархосту куртаҳоро ба паррандаҳо партофтан гирифт. ва ин муъҷиза аст. дар ҳамон лаҳза қӯҳҳо ба шаҳзодаҳои зебое мубаддал гаштанд. элизаи бечора вақте ки куртаи охиринро партофт, беҳуш шуда афтид. лекин 11 бародарони ӯ аробаро гирд намуданд ва бародари калонӣ ба подшоҳ дар бораи ҳама он воқеаҳое аз сар гузаронда буданд нақл намуд. вақте ки элиза ба худ омад, подшоҳ ӯро ба оғӯш гирифта аз ӯ бахшиш пурсид ва элиза ӯро бубахшид. дар ҷое ки ҳукми қатл бояд барпо мегардид, дар он растаниҳои бениҳоят зебо рӯҳиданд. тамоми халқ бо овози баланд маликаи зебои худро пешвоз гирифтанд. дар ҳамин ҷо афсонаи мо ба поён расид. агар афсона писанди дили бузурги шумо шуда бошад, хоҳишмандам ки аломати бисёр хубро пахш намоед. шоду фирӯз бошед.